ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 18 آگوست سال 2024 از بازداشت باز یک جوانزن بلاگر برای نشر رسم و ویدیوهای ضد اخلاقی خبر داد. میلیسیا گفت هرچند شبکه‌های اجتماعی وسیله خوبی برای معاشرت مجازی است، اما بعضی از شهروندان با مقصد غرضناک از آن سوء استفاده نموده رسم و نوارهای غیر اخلاقی پهن می‌سازند. از جمله شهروند حاجی مراد و رقیه ساکن 22 ساله شهر دوشنبه با نام مستعار مریم در اینستاگرام و فیسبوک صفحه خود را تأسیس داده با مقصد زیاد نمودن شماره ابونچیان خود منتظم رسم و نوارهای نیم‌عریان و غیر اخلاقی را پهن می‌کرده است. میلیسیا با نشر چند عکس این به نام بلاگر گفت این دو سه رسمی که نشر می‌گردند نمونه ناچیز از رسم و نوارهای پهن کرده اوست. وابسته به این نسبت به نام برده مواد ضروری ترتیب داده شده در دایره طلبات قانونگذاری به جوابگری جلب کرده شد. درباره اینکه این به نام بلاگر را مشخصاً چه جزا دادند در خبر چیزی گفته نشده است. قبلا چند بلاگر دیگر را در پایتخت تاجیکستان برای عین چنین اعمال یا جریمه بستند و یا تا چند شبانه روز به حبس مأموری میکشاندند. میلیسیای دوشنبه بار دیگر از کل شهروندان خواسته است که ضمن استفاده بردن شبکه‌های اجتماعی آداب و معیارهای اخلاقی را رعایت نمایند، زیرا هر عمل در نزد قانون جوابگری دارد.